ما از شهر آمدیم به جایی که امی لحظه شما در تصویر میبینید گلای زرد. پس در ماه عمل نشو نمو میکنن. بعد سال اولش یک مقدار توت میکنن. تازه اونات اینی یا گلش هست ها. یا پیش گل کده میره. کی پیشنمی وقت هست دیگه که نام خدا بشینین. بیننده عزیز اینجا نام خدا ما یک 2-3 ساعت بعد میگیریم بخیر. توت زمینی را چیده را است داخل اینمی کارتون قسمی که شما در تصویر میبینید. به 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 به. این خوب رسیده است. قیام شده است اینی. بله. بیننده عزیز اما تو ماشاءالله تو سرخ میزنه. نیال سال دوم میشه منظورتون؟ نیال سال دوم. سال اول خوب حاصل میته، سال دوم سال سوم. سال دوم خوبتر از دیگه است. اما زورش دیگه سال دوم است. مثال چه مقدار کار داشته و چه مقدار آبکاریش داشته و عزیز کود و چیزای شونه. همیشه گفتیم که تولید وطن افتخار وطن، در وطن تولید، در وطن ویار. از طرف گل سوپ میچینین که یک ذره جان داره. بله. باز پسان که آفتاب زیاد شوی نرم میشه. بله. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. امید دارم که روز بخوبی و بدون کدام واقعی دردناک آغاز کرده باشین. ما هم گل صبح بسیار تو نرمال عادی آغاز کردیم، اما این صبح یک صبح بسیار متفاوت. ما صبح وقت خیستیم، بعد از ادای نماز صبح دیگه خواب نکردیم. معمولا زمانی که نماز صبح میخونم من خواب میکنم، اما امروز خواب نکردیم. آمدیم تا زحمات یک دهقان عزیز ما را به تصویر بکشیم، یک هموطن عزیز ما را به تصویر بکشیم. ما از شهر آمدیم به جایی که امی لحظه شما در تصویر میبینید گلای زرد. در اینجا فکر میکنم که پیاز کاریده شده ولی خیشاوه نشده، پیاز خوب لغت کرده. میفهمید که افغانستان یک کشور زراعتی است و معمولا بیش از 70% مردم مصروف زراعت است. حتی برادر خود من مصروف زراعت است، ولی هر جای زراعت فرق میکنه. یک ولایت مثلا مشهور به زراعت در بخش دهقانکاری در بخش انگور است، یک طرف پیاز است، یک طرف برتون بگویم که کنجید است، یک طرف پخته است و یک طرف هم توت زمینی است. که ما امروز آمدیم به یک باغ، به یک جایی که یک هموطن عزیز ما زحمت کشیده و توت زمینی را امی لحظه میچینه. چیدن این توت زمینی بسیار کار سخت است، یعنی اگر امروز احتیاط نکنید نازک طبیعت است، شاید از پیشتان خراب شود. دادریم نمیفهم این را چی میگه، ما در بشیر جرگولی میگیم. دادریم میفهمی چی میگه؟ نمیفهمی یعنی؟ خیر سر شیرین یک چیز خود میگه خود رو باز پرسان میکنه. به هر صورت ایش دلم نمیشه که از این فضای سرسبز وطنم که امین لحظه طرف صدای پرنده ها است، صدای مرغ از اون طرف میه که دور شوم. اما ناگزیر هستیم که باید با او هموطن عزیز ما که در اینجا توت زمینی کاریده همراهشان معرفی میشم که طریقه کاریدن از این چقدر وقت میگیره، غشاوه میشه نمیشه، چند نوع نیال است، در کدام فصل کاشته میشه، برای چند ماه حاصل از این ادامه پیدا میکنه، چند بار چیده میشه، یک بار دو بار. اینا را میریم از او کاکایی که ما همراهش هماهنگی کرده بودیم پرسان میکنیم و خودش برای ما دیگه تشریحات ارائه میکند. شما اگر این طرف پیش ما بین که ما اول خود اجازه است داخل همین پیاز شما بدون اجازه شما گشته رایستیم ما. این در کس آفتاب یک ذره خوب تصویر می تازه خاطر ما شما را اینجا خواستیم. اینجا بین
آفتاب از این طرف است ببین. اینجا بین شما اینجا. بسم الله الرحمن السلام علیکم. خوب هستین؟ جور بخیر. صحتمند. خیر. شب روز بخیر بگذره. سلامت باشین. خیرتی است؟ سلامت باشین. اول میگم که نمی جوانم قرار ما شما قصه میکنیم. قصه ما شما خیلی زیاد است. سلامت باشین. نامتان؟ نام محمد بشیر. کاکا محمد بشیر چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر سلامت باشین به عزت. خانه آباد سلامت باشین. ما پیشتر برای هموطنان عزیز ما که امیل اعظم ما شما را از کشورهای بیرونی میبینن گفتیم که آمدیم به توت زمینی. بله. قصه بکنین که چند سال میشه کار توت زمینی را میکنین؟ کار توت زمینی را تقریبا ما این از اقل در این میجه فعلا خود 9 سال میشه. پیش از این 1-3-4 سالم در داخل خود بلخ هم داشتیم اونجا زمین زراعتی کمتر بود. آمدیم فضای آزاد که بیا یک ذره زیادتر شوا و یک چند تا دهقان که همراه ما مثال چهارراه پرده شوا. بله باز اینجا آمدیم. بله. با امی که ما اینجا بند کنیم باشین که اینجا صداتون خوب میه. خوب. قصه بکنین که در اونجا خوب حاصلات بود یا در اینجا؟ در بلخ یا اینجا؟ حاصلاتش او زمینا که از او زمینا از این کده خوبتر بود. با این خاطر که او زمینا اوی جوی هم زیاد داشت. اویش فرامانتر بود. اینجا که از زیادتر اوی چاست. اوی چا کیفیتش کمتر است. بله. کاشتن توت زمینی امیل از فکر میکنم این طرف توت زمینی است. بله این طرف توت زمینی است. چی وقت شروع میشه؟ این دم مای سنبله و میزان میکاریم میشه. میکاریم؟ بله. باز چند ماهی را باید شما پرورش بدین؟ این تا اینمی سنبله و میزان که کاشتیم تا مثالش پس در ماه عمل نشو نمو میکنم بعد سال اولش یک مقدار توت میکنه. بله. یک نیالش چند سال دوام میکنه؟ یک نیالش تقریبا اگر تربیه بکنیم 4 سال ازش ما استفاده میکنیم. 4 سال؟ بله. چند نوع نیال وجود داره؟ نیالا قسم است. نیالی مثالش پاکستانی داره، ترکی داره. به یک نیال است با نیالی که ما اینجا مثالش فعلا خودی ما استفاده میگیریم با نیال آمریکایی یاد میشه. نیال آمریکایی یاد میشه. حاصلش چطور است؟ حاصلش از پاکستانی و ترکی کده این بالاست حاصلش کمی. چند سال میشه از این نیال استفاده میکنیم؟ این از این نیال که مثالش ما 4 سال از این استفاده میکنیم. باز غیر از این که مثالی سال اول را کشت کردیم بازی خودش چوچه گذاری میکنه. این چوچه گذاری میکنه یک مقدار تناب میزنه داخل جویه. باز پس از او بودش دیگه استفاده تازه از او میکنه میشه. به نظرتان کار اینمی توت زمینی ثقیل است یا پیاز؟ کدامش آدم زیاد مصروف میسازه؟ مصروف هر کدامش جایگاه خود داره. پیاز هم که داره مثالش مصروفیت خود داره. اما توت زمینی مصرفش کار زیاد است. کدامش نازک طبیعت است یا نازک طبیعت باز او زیادتر است از اینکه این خود سرسخت است از مقاومت هوا داره اما چیزا داره مگر مقاومت چیزا نداره. بله. باز در ماه حمل به حاصلات میرسه یا در ماه ثور؟ یک زمانی که مثال یک ذره نشو نموی آب و هوا خوبتر باشه بارانی باشه سال خوبتر بیاید در 20 عمل ما ازش یا 10 عمل میتونیم استفاده کنیم. خب ما شما خیلی نزدیک میریم سر نیال ببینیم که برای بیننده عزیز ما توت زمینی میگم ولی توت زمینی وجود نداره. خیلی میریم توت زمینی را به تصویر میکشیم. بخیر امروز توت زمینی را میبینیم. این طرف این تخته را چینده؟ بله این چینده. خب دو تخته دوم خیلی ما شما میریم. بله دو تخته دوم میریم ما. ما بیننده عزیز همراه کاکا بشیر در تخته دومش میایم که اینجا بین شما کاکا بشیر اینجا چطور است؟ اینجا حاصلاتش تانوز نشینده. این خوبتر است. ماشاءالله سبحان الله. بیا پیش بیا بشیر جان. اینیا دیگه هنوز چینده نشدن. بله اینا بازارش مثالش آماده چیندن است. این پخته شده؟ اینیا پخته شده اینیا. خب و اینیاش هم به حساب چیندن میشه. آماده شده این. اینیش باز برای فردا یا پس فردا میتونم باز اینیش تو مثلا اینیش خود 2 روز دیگه وقت داره. 2 روز وقت داره. نو رنگ آورده. بله. خیره که میشینی باید دو طرف یک چک بکنی که این چیندنش مهم است که مثالش باید چک شده چینده شه. این سخت ترین کارش اینمیج است. بله. و شما پیش بین یک جای دیگه هم بریم ما شما امروز دیگه اون چطور است اونجا؟ خوبش است. اونجا بین اینجا بینیدای عزیز نام خدا این هنوزم چیده نشده؟ بله این چیده. دهقانا دیگه بخیر
و تخته را که خلاص کرد دایی تخته میه امروز خیمال دیگه امروز شما میشینیم مقدم ها اجازه است یا نه راستی بچینیم اینه ماشاءالله سبحان الله اینه ای را ما بینیدای عزیز یک چند تا را میکنم برای شما نشان میدهیم که چی رقم پخته شده یا نشده. این طرفش هم باید دو طرفش دیده شوه. این یک دقیقه اینه به 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 ماشاءالله ماشاءالله. اما تو سرخ است که فقط لبسرین واری ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ایره با شما کاکا بشیر چند دفعه میچینید؟ ایره در یک صبح در دیگه صبح میچینیم میشه. تازه که چینده میگم پخته شده میچینیم میشه. باز همه حاصلات از اینا یک ماه دوام میکنه یا دو ماه؟ همکارم احتیاط کن نه غلطی. یک ماه دوام میکنه یا دو ماه؟ یک ماه زیادتر، هم طولانی زیادتر، هم یک ماه است دیگه. یک ماه. بله. بعد از اون باز کم میشه. عجیب بگین که اینمی تو زمینی که شما میلازم اینجا ما شما هستیم با این کود تو چیزا داده میشه؟ بله بله. یه مثال هر کود در موسم اول و دوم و سوم میشه تو کود خورده میره. از کود سیاه ما شما داریم، کود سفید داریم. بله. از کدامش استفاده میشه؟ کودی که کود چیز استفاده میکنیم به نام کود آهن میگه که به خاطر این بوتر یک ذره چهرهش روشن میکنه. خب باز دوباره از کوتی دی پی اینکت کوتی سفید وطنی خود ما که ازی گت میکنیم خوش. باز ازی استفاده میکنیم. بله. و خشاوش حتما خشاوه میشه. خشاوه خود دیگه زحمتش اونم خشاوهش هست دیگه زیاد خشاوه داره. و اینا کلشان مثلا خام است اینا. بله بابا خام. بیام پخته شما تو با تصویر بکشید بیام خامش هم با تصویر بکشید. اینا دیگه بعد از این بخیر اینا باز چی میشه؟ پخته میشه. بله با اونا بعد از این پخته میشه. اینا را بیننده از قسمی که شما در تصویر میبینید یک مقدارش در گل هم هست، اون گلاش هم هست سفید سفید. اون گلش هست. تازه اونا چی؟ اینی یا گلش هست. یا پیش گل کده میره. این گلش خود مثلا که اینجا یک نفر تیر میشه گلش خود نمیریزه؟ نه گلش نمیریزه. مقاومت داره. بله بله بله. ثبات چیزا خود دارین مطمئن هستم؟ بله بله ثبات داره. که باز ما امروز تا کمی همکاری بکنم نه؟ کمک کنیم. همین گفته مردم نان حلال کنیم. بله. واقعا بیننده عزیز اینجا نام خدا چیدن از این باز همین هر چیز زحمتش کجا وقت آدم کیف میکنه که در حاصل برسه. بله بله. چقدر زحمت میکشه چقدر زحمت میکشه که بعد وقت حاصل کیف شنوی وقت هست دیگه که نام خدا بشینین. بیننده عزیز اینجا نام خدا ما یک دو سه سبد میگیریم بخیر. راستی را کاکا بشیر نگفتین که چند سورت میشه اینا؟ این در چیزش دیگه ما میره دو سورت میکنیم. دو سورت؟ این قسمت های کلانا را که میبینین یا یک سورت میشه، باز اینی قسمتش که کمی خورد است این سورت دو میشه. این سورت دو میشه. سورت کلان است، این سورت دوم است. به و این رو با شما اینجا جای با جای میکنین؟ در کارتن؟ میبریمش در کریت؟ کریت ها. خوش. داخل کریت باز این سورت میکنیم. قسمت اولش یک سورت میشه، قسمت دومش دیگه سورت میشه. بله. باز شما بار میکنین میبرین به شار؟ نه شار میبریم. باز اونجا شما مثلا در مارکت میراین میبرین یا مشتری ها دارین با اونا تسلیم میکنین؟ در مارکت هم میبریم. در مارکت هم میبریم دیگه. باز مارکت هر کس آمد از او کار داشت از مارکت باز میبره. بله بله. چیده فکر میکنم باز اونجا میمونه؟ بله چیده اونجا میمونیم. باز از اونجا پس سورت میکنیم میشه. باز در کریتا باز دوباره در بازار عرضه میکنیم. بیننده شما با ما باشید. ما یک دو دونه سبد هم میگیریم و اونجا یک برادر عزیز ما امیل ازا چیده رایی است میریم همراه از اون چند لحظه صحبت میکنیم و باز پس همراه کاکا بشیر حتما صحبت میکنیم. با ما باشید.
کاکا بشیر بگین که مصرف آب توت زمینی زیاد است یا از پیاز یا از پخته؟ توت زمینی که از آب زیاد خوش داره. خوش داره. خوش داره. بسیار بعد حداقل چند روز بعد مثلا آب داده شود؟ حداقلش 3 روز بعد 3 روز بعد آب بخوره. 3 روز بعد باید آب بخوره. و این تانکر اینجا خاطر چی ماندین؟ این تانکر که است به نام یک کودی است به نام کلسیم میگن. خب کلسیم و چیز کودی 20 است. خوش. از این بیلر را داخل بیلر میندازیم میره با آب مخلوط میکنیم. مخلوط میکنیم وقتی که چهار چالان کردیم چهار که آبش حرکت میکرد بازیرم ایلا میکنه از اونجا. از اینجا ایلا میکنیم چیز داره. اودان داره. اودان داره. خاطر چکان بازی قدمی او دوات داو گات میشه مخلوط میشه باز میره. بازی فایدهش چی است؟ فایدهش اینه است که باز اینمی بوتای تو زمینی از این تقویت میشه. قوی میشه به اصطلاح. قوی میشه. یعنی چیزاش دیگه واقعا زحمات خود دارد. بله. همین لحظه فکر میکنم که این طرف هم دوستا و عزیزایتان هستند که کریت میکنن. بله کریت میکنن. خیلی میریم اونجا کریت میشه. این چگونه کریت میشه اول او را به تصویر میکشیم. باز میریم با او برادر ما که اونجا میچینه هم امرشان صحبت میکنه و هم باز خود ما میچینیم. با ما باشید. بینیدای عزیز ما اینمی خوب چالگک کاکا جور کرده در زیرش اینمی توت زمینی را چیده را است داخل اینمی کارتانا قسمی که شما در تصویر میبینید. سلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلامت باشین. نامتان؟ عبدالبصیر. کاکا عبدالبصیر چند سال میشه که کار توت زمینی را میکنی؟ تقریبا 8 سال میشه. 8 سال میشه. ایرالی در چی میندازی؟ کریت میندازی دیگه بخیر؟ کریت میکنیم میره خود سرت میکنیم سرت اول سرت دو. خواهی اولی سرت شده یا نه؟ این سرت شده. سرت اول است یا دوم؟ سرت اول است. سرت اول است. بیننده عزیز قسمی که بیشتر هم کاکا بشیر اشاره کردن اینا هم گفتن که اینا سرت اول میشه. 2 سرت میکنین یا 3 سرت؟ نه 2 سرت میکنیم. 2 سرت. 2 سرت. بله. روزانه چند کارتن چند کریت میشه از امی؟ تقریبا 7 کریت 8 کریت میشه دیگه. 7 کریت 8 کریت. 8 کریت میشه. پارسال حاصلات خوب بود یا امسال؟ نه تقریبا پارسال خوب بود حاصلات. پارسال؟ نظر امسال. میگوید که پارسال حاصلات خوب بود. اینی مینا دیگه صبح چیندین؟ نه می صبح چیندین. هر صبح چیده میشه یا یک روز وقت پا میتین برشن؟ هر روزه چیده میشه. هر روزه. چشک حلال است؟ حلال است. بیننده عزیز ما یک دانه را میگیرم که از اینمی چطور است؟ اینی را بگیر. آی ماشاءالله. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز قسمی که در تصویر میبینید برادر عزیز ما همراه اشتکای و طفلای نازنین امیل لحظه توت میچینه توت زمینی. ما یک چند خبرشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیرتی است. اجازه است میریم جوانین. سلامت. خانه آباد. خانه آباد بخیر باشین. نامتان؟ نام عبدالرحیم است. عبدالرحیم جان چه حال دارین؟ شکر الحمدلله. بخیر هستین؟ شکر الحمدلله. شکر. دخترایتان است؟ نه اینا همسایه است. همسایه است؟ ای دختر ماست ای بچه ماست. ای ماشاءالله ماشاءالله. چه قچندی؟ خیلی میقچینی ما. من دیگه چند داشته. خلاص تو که دیگران کاسهشون پر کرده سباتشون. ما نه خالی کردیم. خب چند بجه آمده بودی؟ ما صبح که نماز خواندیم همینجا میایم. نماز که خوانده اینجا میایم. همینجا میایم باز میده شروع میکنیم. تو زمین چرا از طرف صبح وقت چیده میشه؟ این کس اگر گرمی شه باز نرم میشه. خدا باز از دست میته. از دست میته باز کیفیت شه. همین صبح که وقت بچینین این باز همین سخت استاد میشه. تو یک دانه خوب سرخ داغش جدا کو. خب از اونجا از چی؟ خاطر میدونن را برشان بتن.
این چیدن هم بینیدای عزیز از خود طریقه داره؟ طریقه داره. این تو باز اگر چینین باز بعضی نفرا نابلد است این تو میکنه سعی کنی این تو است این تو کش میکنه کش نمیشه این سعی کنی این کتن چیز ناخن قطع ناخن این قیچی میشه باز این تو چین نمیشه و این باید دو طرفش باید چک شود که یک طرفش سرخ است یک طرفش ممکن سفید باشه. این سعی کنی این پخته شده است خوب رسیدگی است تو. به 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 این خوب رسیدگی است قیام شده است این. بله. بیننده عزیز اما تو ماشاءالله تو سرخ میزنه مثل پیشتر گفتم لبسرین یا لباس سرخ وارد دور از دلتان دیگه به نمایندگی همه شما اجازه خواست چشک شلال است دقیقاً نوش جان نوش جان نوش جان به 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 قربان میوه وطن شویم دیگه به 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 اینا ولی هر کسی را کارش بکنه خوب آید خوب اینا کسب حلال و هر کس هم کده نمیتونه مقصد زحمت میخواه زحمت داره روزانه چند کارتن میشه از شما؟ چند کریت؟ اینا یک 4 کریت هم تو 4 کریت 5 کریت هم تو میشه 4 کریت و 5 کریت این رسیدگی چطور است؟ پخته نیست خام این سوپ پخته میشه بخیر سوپ پخته میشه برای سوپ آماده میشه بینیده عزیز همین یک مزه داره است همی سر باغ دیگه اینی چیزا رو همونجا بکنه بخوره واقعا کیف میکنه همین لحظه دیگه دور از دلتان سعی کنید که فقط که همین بولونیای بعضی بولونی تندوری که باز روغن زرد میزنه جلا میتونه یعنی همین با قدرت خداوند سعی کنید همین لحظه خودش جلا داره است دور از دلتان اینجا اطفال نازنین هم چی داره است همین لحظه ما از همکارم خواهش میکنیم یک چند تصویر از اونام بگیره که همین لحظه چی داره است. بیننده عزیز پیش همسایه کاکا بشیر آمدیم نام خدا از اینا مونیالش یک ذره فاصله دارد خوب کتا هستن. سلام علیکم چه حال دارین؟ خوب هستین بخیر صحتمند خیر خیرت زنده باشین. نامتان؟ مصطفی جان چطور است حاصلات تو زمین امسال؟ خوب است امسال خوبتر از سال بعد که امسال خوبتر از سال دومش است. نیال سال دوم میشه است منظورتون؟ نیال سال دوم. سال اول خوب حاصل میته سال دوم سال سوم؟ سال دوم خوبتر از دیگه است. مزورش دیگه سال دوم است. سال دوم مزورش است. چند سال میشه که کار تو زمینی رو میکنی؟ تقریبا 6-7 سال میشه در اینجا کار میکنم 2 سال شده دهقانی میکنم خودتان؟ بله. از شما روزانه چند کارتن میشه که به بازار سال بکنین باز؟ 10 کارتن میشه. 10 کارتن؟ بله. چند روز میشه که چیدن حاصلش شروع کردین؟ 4-5 روز میشه شروع کردیم تازه. یک ماه بخیر دوام میکنه؟ شاید 1 ماه دوام کنه و ماه سور تمام میشه بعد از دیگه در جوزا خلاص میشه. بله. یعنی با پختگی فکر میکنم رسیده؟ بله اینا رسیده یا مکمل رسیده یا یعنی تو جدا کنم صحیح است؟ صحیح است درست است. ماشاءالله ماشاءالله. بیننده عزیز دیگه دور از دلتان قربان میوه وطن شو اجازه است؟ بفرمایید. این پر شده از طرف گل سوپ میچینین که یک ذره جان داره. بله. باز پسان که آفتاب زیاد شوی نرم میشه. بله. از ساعت 9 که بهتر شد دیگه نرم میشه یک ذره آب چلوغ میشه خود نرم میگیره. بله. باز بعد از اون دیگه شما نمیشین. بعد از اون دیگه خلاص تمام است. قربانتان سلامت باشین. شما ادامه بتین باز ما یک چند تصویر از این میگیریم. بخیر باشین. کاکا بشیر بسیار زیاد تشکر. امروز دیگه ما در چیدن توت زمینی شما مزاحمت هم کردیم. برای شما وعده دادیم که امروز همکاری میکنیم متاسفانه همکاری هم نکردیم. خوش آمدین. تصویرها را گرفتین توت زمینی را از کل چیزش آگاهی شدین خبر شدین. مثال چه مقدار کار داشته و چه مقدار آبخوریش داشته و
کود و چیزای شون. بله مردم میره میبینه، اما پشت سر از این قدر کار است، این قدر زحمت است که کمردرد میشی، دکتر مراجعه میکنی، یگان وقت بیل پایت میزنه یا آگار میشی. بله. این داستانا را داره. بله. دقیقاً. خانه آباد بسیار زیاد تشکر از همکاریتان. خداوند حاصلاتش دوچند بسازه براتان. رزق حلال است، زحمت میکشین. خیلی خوش شدیم از شما. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. ممنون. قربانتان. سلامت. خانه آباد بخیر باشین. بینندگان عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. ما همیشه گفتیم و در هر جا گفتیم که از تولیدات وطن خود استفاده بکنین، از تولیدات وطن خود حمایت بکنین. شما که اگر بجای میوه پاکستانی و ایران یعنی توت زمینی وطن ما را بخرین، به این معناست که شما با یک دهقان عزیز ما همکاری میکنین، چرا او دهقانی که سالهای سال زحمت میکشد و وقت حاصلاتش میرسه. با شما میوه وطن مانده از میوه دیگرها استفاده بکنین. این دیگه در برابر او دهقان ما که او قدر زحمت میکشه، رقریزی میکنه، واقعا ناجوانی است. همیشه گفتیم که تولید وطن افتخار وطن، در وطن تولید، در وطن ویار. ارزش از داره که هرچند که قیمت در بازار باشه، ارزش از زیر داره که باید خریده شود. همیشه گفتیم، بازم میگم که از تولیدات داخلی وطنتان استفاده بکنین، از دهقان عزیزتان حمایت بکنین. میوه ها و سبزیجات رنگارنگ را که در مندوی مزار شریف میبینین از برکت دست نمی دهقان عزیز ماست که زحمت میکشه. قسمی که در تصویر میبینید سرخ میزنه سبد کاملا. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاق زاید در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.